من معتقدم، میدونید میگن خدا در قلب‌های شکسته است، من معتقدم هرگز کسی چیزی عمیق نگفته یا ننوشته مگه اینکه از ترک‌های روحش نوری به بیرون تابیده. خدا از قلب‌های شکسته، از لای ترک‌ها به بیرون میتابه. یه هنری هست در ژاپن به نام کینتسوگی. اینجوریه که این چینی‌ها رو بند میزنن با مفتول. معروف بوده، یه بزرگی در ژاپن یه سرویس فنجون داشته چای خوری، دوتاش میشکنه میده بند میزنن، یه سری با فولاد و اینا. اول خوشش نمیاد، میذاره بغل بقیه، بعد نگاه میکنه میبینه این چینی های بند خورده انگار شخصیت دارن، برخلاف بقیه فنجونا انگار قصه دارن، کاراکتر دارن. بعد میده اینا رو با طلا در واقع پر میکنن. در واقع حکمت این کینتسوگی اینه که زیبایی در نواقص نهفته است. یه افسانه هندی دیگه هست که برای بچه‌ها در هند تعریف میکنن. میگن یه سقایی در واقع یه دونه تیرک داشته، 2 تا کوزه بهش آویزون بوده، آب میبرده. یکی از کوزه ها ترک داشته، میبرده توی مسیری 2-3 بار. بعد این کوزه میاد به خواب این آدم. در شرق اشیا فقط اشیا نیستن، حرف میزنن، به خواب آدما میاد. و بعدش میگه آقا من خیلی شرمندم که از من داره چکه میکنه، تو پول کمتری میگیری، کوزه نصفه میرسه اونور. و بعد سقابش میگه که به مسیری که من طی میکنم نگاه کن، فقط در سمت تو گل رویده. میدونید این مسیری که رفته، دریای بزرگ دور یا گودال کوچک آب فرقی نمی کند، زلال که باشی آسمان در توست. میدونید با همه در واقع رنجهاش انگار بازتابی از ابدیتی بی‌نظیر در بالای سر ما.